يا رسول الله وقدوتنا. لذت ایمان. از انس خداوند از او راضی باد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سه چیز است که اگر در کسی موجود باشد لذت ایمان را درک می نماید. یکم این که خدا و رسولش را از دیگران بیشتر دوست بدارد. دوم این که دوستیش نسبت به شخص فقط برای الله باشد. و سوم این که در نزدش بازگشتن به کفر مانندی در آمدن در آتش باشد. ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكم